بودند آموزگارانی که مثل مادری من بغیر از کسب آموزگاری باز برای روزگذرانی با کارهای پرمشقت دیگر مشغول بودند و من باوری دارم که معلم همین گونه روزهای سختی را در برابر آموزگار بودن گذراندند. بنابر این واقعیت ها شاعر خلقی تاجیکستان استاد فرزانه یک منظومه دارند با نام دیدار که دیدار استاد فرزانه با آموزگارشان در بازار رخ داده است. آن چنین است: گرمی بازار است، گونه گونه سخن و ضرب قدم ها و نفس ها به هم آمیختند، لیک از انبوه صداها یک صدای شناس و نرم جدا شد به گوش من آمد. خواهر جان، وسمه تر نمیخری؟ و من نگاه میکنم. استادم، این زنی ژنده پوش دوش به ما درس کیمیا میداد. استاد، شما هم به بازار آمده؟ زندگی. پاسخ او ساده و کوتاه است. آه از این وسمه تر، من برای خریدن بهار آمدم، چقدر دیر کردم. پشت این پنجره های آژنگ چیله دیما است. ثنا بادا به زنهایی که مردند کتاب زندگی را شعر و بیتند، به نامردان بداده درس مردی ولی حسن زنی را کم نکردند.